نشر خبری را مستقیما روی موج رادیوی موجر منظورتان می‌گردانیم. امروز جمعه 16 اکتبر 2020 سال است. سلام. ваколатҳои президенти қирғизистон ба сарвазири нави ин кишвар Содир Ҷапаров гузаштанд, гуфт вакили парлумон Омурбек Текебоев рӯзи ҷумъа дар ҷаласаи парлумони Қирғизистон. салоҳияти президенти Қирғизистон ба сарвазир Содир Ҷапаров дода мешавад. дар таърихи кишвар ҳеҷ гоҳ чунин чизе набуд ки қудрати президент, сарвазир ва парлумон дар дасти як нафар бошад, гуфтааст Омурбек Текебоев. мардум мунтазири интизориҳои шумо ҳастанд. барои ислоҳот шумо бояд шароит фароҳам оваред. агар дар давоми 100 рӯз коре карда нашавад, пас ҳеҷ чиз рӯй нахоҳад дод, гуфтанд вакилони парлумон ба Содир Ҷапаров. қаблан раиси парлумони Қирғизистон Канат Исаев гуфт ки ӯ аз гирифтани ваколатҳои сарвари давлат ки баъди қарори президент Сооронбай Ҷэйнбеков дар бораи истеъфо ба ӯ бовар карда шуда буданд, даст кашид. рӯзи панҷшанбе Сооронбой Ҷэйнбеков дар байни тазовуроти 10 рӯза дар Бишкек эълон кард ки барои пешгирии хунрезӣ дар кишвараш курсии президентиро тарк мекунад. буҳрони сиёсӣ дар Қирғизистон аз рӯзи 5 октябр вақте ки дар Бишкек эътирозҳои ҳизбҳои оппозитсион оғоз ёфта бо натиҷаҳои интихоботи парлумонӣ як рӯз пеш розӣ набуданд, идома дорад. дар натиҷа Комиссиони марказии интихобот натиҷаҳои ин интихоботро бекор кард. Содир Ҷапаров 14 октябр сарвазири Қирғизистон таъин шуд. то оғози буҳрони сиёсӣ дар кишвар ӯ бо иттиҳоми гаравгонгирӣ адои ҷазоро дар боздоштгоҳи Кумитаи давлатии амнияти миллии Қирғизистон сипарӣ мекард. дар пайи эътирозҳои шаби 5 ба 6 октябр тарафдоронаш ӯро аз маҳбас раҳо карданд. дар ҳамин ҳол интихоботи пеш аз муҳлати президентӣ Қирғизистон бояд то 10 январ баргузор шавад. дар ин бора рӯзи ҷумъаи 16 октябр дар ҷаласаи ғайринавбатии парлумон сарвазир ва иҷрокунандаи вазифаи президенти Қирғизистон Содир Ҷапаров хабар дод. خبرهای این ساعت تاجیکستان و جهان را مستقیما میشنوید. موضوع دیگر در همه منطقه های روسیه در پس منظر اوج نو کرونا نظارت از بالای ریایی حالت حتمی پوشش ниқоби محافظتی و دستپوش پورزۆر کرده می شود. با تقاضای مقامات روسپاتربنادزور دستپوش و ниқоб در همه جایهای جمعیتی از جمله در داخل نقلیات جمعیتی، مغازه‌ها، مرکزهای سودا و حتی در تئاتر و کینوتئاتر ضرور است. صرف نظر کردن قاعده ها می تواند تا 5000 روبل جریمه در پی داشته باشد. سرایت کرونا در روسیه روز به روز به مثل اوج بهاری زیاد می شود. سطح فوت بیماران نیز هنوز هم می افزاید. همینطور در 4 بیماران ویروس به هیچ وجه ظاهر نشده با کسلی های مانند به شش دو طرفه فوت می کنند. اگر به معلومات رسمی نگریم در مسکو در یک روز 57 نفر بیماران فوتیدند و از سرایت آنها وزنین بود. در مجموع در روسیه در یک روز گذشته قریب 14000 نفر به این بیماری مبتلا شدند. مسکو از روی شماره سرایت یافتگان پیش صف است. همچنین شماره مبتلایان در شهر سنت پترزبورگ نیز افزوده است. در آنجا تشخیص در یک روز در 638 نفر تصدیق خود را یافته است. بعد از شهر مسکو و سنت پترزبورگ افزایش زیاد کرونا ویروس در ولایت‌های مسکو، رستوف، نیژنی نوگورод و ورونژ نیز ثبت گردیدند. حالا باشد در مسکو قریب هر روز مقامات حفظ حقوق و ناظران مقامات روسپاتربنادزور در مرکزهای سودا سنجش‌ها را می‌گذرانند که مقصد از آن به گفته مقامات تطبیق حتمی چاره‌های ضد ویروسی، رعایت قاعده‌های سانیتاری و اپیدمیولوژی در بین هم مهمانان و هم سوداگران میباشد. در ادامه موضوع سرایت کرونا خبرها ادامه می‌دهیم. رهبر مقامات روسپاتربنادزور روسیه А.Попова در صحبت با خبرنگاران گفت که برقرارسازی حرکت هوایی در مرحله پاندمیای کرونا جهانی به خطر است و تاکید کرد که مقامات روسیه می‌دانند که در کدام حالت‌ها مسافران هنگام پرواز سرایت می‌یابند. از این رو در سمت پیشگیری چاره‌های مؤثر اندیشیده شده است. امروز حرکت هوایی ما برقرار کرده می شود و نه از آن سبب که این یک حالت
علامتی ناامید برای اقتصادیات این ساحه است، بلکه برای آن که ما می‌دانیم که چگونه باید آدمان در هواپیما بیمار نشوند. آدمان به هواپیما سالم سوار شوند و هواپیما را سالم ترک کنند. در صورت درست اجرا شدن طلبات سانیتاری و اپیدمیولوژی، داد و گرفت هوایی کاملا به خطر است. مطمئن کرده است خبرنگاران را А.Попова، سردختور سانیتاری و اپیدمیولوژی روسیه. یادآور می‌شویم که پس از اوج پاندمی کرونا که سازمان جهانی تندرستی در ماه مارس اعلام کرد همه حرکت‌های هوایی بسته شدند، روسیه اولین پروازهای بین‌المللی خود را 1 آگوست از نو گرفت. شما تحولات تاجیکستان و جهان را مستقیما در روی موج رادیوی مهاجر میشنوید. ادامه میدیم و به موضوع دیگر میگذاریم. پلیس شهر چرکاسک روسیه 2 جوان گمانبر در فروش مواد مخدر را بازداشت کرد. خبر میدهد خدمات مطبوعات وزارت کارهای داخلی جمهوری کراچی و چرکاسک فدراسیای روسیه. یکی از بازداشت شدگان شهروند 21 ساله تاجیکستان، دومی بازداشت شده جوان 19 ساله مسکوگی بوده است، می‌نویسد سپوتنیک تاجیکستان. گفته می شود که هنگام بازداشت از جوانان 12 عدد خلطچه های دارای مواد شبهناک بوی مخصوص داشته مصادره کرده شده است. تشخیص سودی اکسپرتیزی نشان داده است که نفران بازداشت شده با خود مواد سخت تاثیر نوعی هروئین داشتند. تفتیشات مذکور را ریاست تفتیشاتی وزارت کارهای داخلی در شهر چرکاسک نسبت شهروندان بازداشت شده ادامه داده ایستاده است و طبق طلبات قسم 1 ماده 3 و قسم 4 ماده 228 پریم 1 کدکس جنایتی فدراسیای روسیه علاقه در نسبتشان پرونده جنایتی باز کرده شده. تفتیشات در این سمت ادامه دارد. تبابت سرایت کوروناویروس با داروی تجربوی رمدسیویر به پست کردن فوت بیماران تاثیر نظر است نمی‌رساند. در این باره تحقیقات کلینیکی سازمان عمومی جهانی تندرستی شهادت می‌دهد. خبر می‌دهد اربکه سازمان جهانی تندرستی رفته تبابت 11 و 12000 بیماران گرفتار کوروناویروس را تحقیق کرده به خلاصه آمده است که هیچ کدام از داروها با امکانیت زنده ماندن بیمار تاثیر نرسانیده است و نیاز به دستگاه نفس‌دهی صنعی را کم نکرده است. سخن نه تنها درباره رمدسیویر بلکه درباره داروهای گیدروکسلورین، لوویناویر و اینترفرون نیز می‌رود. علاوه بر این تحقیقات سازمان عمومی جهانی تندرستی نشان داده است که این داروها با وقت در بیمارخانه‌ها خوابیدن بیماران کووید 19 هیچ تاثیر ندارند. رمدسیویر در ابتدا از جانب یک شرکت داروسازی آمریکایی برای تبابت بیماری ابولا تهیه شده است. پس از آزمایش در ماه اپریل آن برای استفاده در تبابت کووید 19 در ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا تصدیق یافت. انستیتوت ملی تحقیقات و بهداشتی ایالات متحده آمریکا خبر داد که رمدسیویر وقت تبابت را از حساب میانه از 15 تا 11 روز کاهش داده است. شرکت آمریکایی مربوط به آماده‌سازی رمدسیویر ماه ایول معلومات را نشر کرد که این دارو میتواند احتمالیت مرگ از کرونا را کاهش دهد، اما این معلومات به آموزش نظارت تصدیق کرده نشد. چون این به نظر می رسد که معلومات‌های پیدا شده با دلایل قوی‌تر از آزمایش‌های سرشماری نظارت شده تصادفی که منفعت کلینیکی رمدسیویر را تذکر می‌کنند ناموافقند، گفت گلید ساینس در پاسخ به اظهارات سازمان جهانی تندرستی. در ماه اکتبر یک چند کشورهای اتحادیه اروپا از جمله بریتانیا کبیر برای تبابت بیماران کووید 19 از یک شرکت فارماسیوتی 500,000 کورس رمدسیویر فرمایش دادند. ارزش یک کورس 5 روزه دارو $2340 می باشد. پرزیدنتی ایالات متحده آمریکا نیز که گرفتار سرایت کوروناویروس بود با رمدسیویر تبابت کرده شد. در ماه ایول سازمان جهانی بهداشت گزارش داد که رمدسیویر نتیجه‌های روح بلند کننده نشان می‌دهد، از جمله آن به قبول بیماران را در بیمارخانه‌ها کاهش داد، اما باعث کم شدن فوت از کرونا نگشت. در ماه سپتامبر وزارت تندرستی روسیه نیز در بین 6 دارو برای تبابت کووید 19 رمدسیویر را نیز توصیه داد.
روسیه و کشورهای آسیای مرکزی همکاری‌ها را برای فراهم آوردن شرایط کار و زندگی برای مهاجران مهنتی کشورهای منطقه رشد می‌دهند. گفته می‌شود در اظهارات مشترک رهبران وزارت‌های کارهای خارجه فدراسیون روسیه و 5 کشور آسیای مرکزی که روز پنجشنبه برگزار شد. روز 15 اکتبر وزیران کارهای خارجه قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و روسیه در نشست سومین رهبران اداره‌های کارهای خارجه کشورهای آسیای مرکزی و فدراسیون روسیه در شکل ویدیو کنفرانس شرکت ورزیدند. چون به نظر می رسد که اندیشیدن چاره‌های مشخص برای فراهم آوردن شرایط مساعد برای زندگی و کار مهاجران مهنتی از بعضی کشورهای آسیای مرکزی راه اندازی گردیده‌اند. الکی آمده است در اظهارات پس از ملاقات رهبران وزارت‌های امور خارجه کشورها. در این سند گفته می شود که جانب‌ها نیت دارند زمینه دخلدار حقوقی و اینچنین تیاری بلندصفت کسبی مهاجران را تهیه کنند. در این روندها دولت‌های منفعت‌دار آسیای مرکزی اشتراک خواهند کرد. گفته می شود در اظهارات مشترک وزیران امور خارجه 5 کشور آسیای مرکزی و فدراسیون روسیه. دوام بیش از 11 دقیقه تحولات مهمترین تاجیکستان و جهان را شما مستقیما شنیدید. سلامت باشید و در ساعت‌های بعدی شما را با خبرهای تازه آشنا خواهیم ساخت.